سلام به همگی. به این ویدیوی جدید خوش آمدید. امروز می‌خوایم درباره یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، درمان واریس در 10 روز. آیا شما هم از درد، سنگینی و ظاهر ناخوشایند رگ‌های واریسی خسته شدید؟ نگران نباشید، چون در این ویدیو قراره بهترین روش‌های طبیعی و مؤثر رو بهتون معرفی کنیم که میتونه در کمتر از 10 روز به بهبود واریس کمک کنه. چرا واریس اتفاق میفته؟ واریس معمولاً به دلیل ضعف در دیواره رگ‌ها و دریچه‌های معیوب ایجاد میشه. عوامل مثل ژنتیک، بارداری، ایستادن طولانی مدت و سبک زندگی کم تحرک میتونن باعث تشدید این مشکل بشن. روش‌های طبیعی برای درمان واریس در 10 روز. ورزش منظم. ورزش‌هایی مثل پیاده‌روی، شنا و حرکات کشی میتونن گردش خون رو بهبود بدن و فشار روی رگ‌ها رو کاهش بدن. تغذیه سالم. مصرف غذاهای سرشار از فیبر، ویتامین و آنتی اکسیدان‌ها مثل مرکبات، سبزیجات و غلات کامل میتونه به تقویت رگ‌ها کمک کنه. ماساژ با روغن‌های طبیعی. ماساژ پاها با روغن‌هایی مثل روغن زیتون یا روغن نارگیل میتونه گردش خون رو افزایش داده و التهاب رو کاهش بده. بالا نگه داشتن پاها. هر روز به مدت از 15 تا 20 دقیقه پاها رو بالاتر از سطح قلب قرار بدید تا خون راحت‌تر به سمت قلب برگرده. استفاده از جوراب واریس. جوراب‌های فشرده‌سازی میتونن به کاهش علائم واریس و بهبود گردش خون کمک کنن. نوشیدن آب کافی. هیدرات موندن باعث رقیق شدن خون و بهبود جریان خون میشه. نکته مهم: اگر علائم واریس شدید هست یا با روش‌های طبیعی بهبود پیدا نکرد، حتما با یک پزشک متخصص مشورت کنید. حرف آخر: واریس میتونه آزاردهنده باشه، اما با تغییر سبک زندگی و استفاده از روش‌های طبیعی میتونید در مدت کوتاهی بهبود قابل توجهی رو تجربه کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید و برای دوستاتون هم ارسال کنید. همچنین فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی، مراقب خودتون باشید.